السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، امروز یک قصه کوتاه برایم شد. کودکی مادرش بود و پدرش او را در لای بازی کردنش دید. گفت: برخیز پسرم، در لای بازی مکن و لباست را چرکی مکن. کودک گفت: آیا نگفته بودی که ما از گل و لای آفریده شدیم؟ پدر گفت: بله پسرم. پسر گفت: پدر جان، پس بیا من کمک کن تا مادرم را دوباره بسازیم. و این سخنها را پسرک با چی درد و علم و پدر خود بود. برادران، تمام مادران را خداوند تعالی در پناه عصمتش نگه دارد و دائم زنده و آباد باشد.